توی فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته یا دیوانه ای از قفس پرید که با بازی درخشان جک نیکلسون در نقش مک مولفی هست، میخواد یک راز مهمی رو بهمون بگه. این فیلم داستانی رو توی تیمارستان روایت کرده که یک روز مک مولفی و دوست داشتن مسابقه زنده بیسبال رو از تلویزیون ببینن. بعد از تلاش‌های زیاد مک مولفی، سرپرستار اون تیمارستان این اجازه رو بهشون نمیده و تلویزیون رو خاموش میکنه. همه ناراحت میشن و میرن تو اتاقهاشون. مک مولفی عصبانی میشه و میشینه جلوی تلویزیون خاموش. به تلویزیون خاموش نگاه میکنه. وقتی تصویر خودشو توی صفحه تلویزیون میبینه، یهو یک تصمیمی رو میگیره و میاد از صفحه خاموش تلویزیون بازی رو گزارش میکنه که اصلاً پخش نشده. همه از شنیدن صدای مک مولفی از اتاقهاشون میان بیرون و از کارش تعجب میکنن. کم کم میان سمتش و با هم از بازی فرضی و گزارشگری مک مولفی لذت میبرن. این صحنه از فیلم میخواد به ما بگه که توی زندگی موفقیت‌های تلخی وجود داره، اما گاهی این تویی که باید این موقعیت رو خلق کنی.